دیگه لپتاپ خریدش به صورت وام شد. شما اصلا هر کی بخواد میره با واحد اچ آر صحبت کنه درخواست وام میده تا 30 تومن. آره ببین الان بخوام تو طبقه دوم 2 تا ورودی ما داشتیم. ترجیح ما این بودش که روی درماتیپی کار کنیم. پروژه جدیدیه چون ما همیشه خیلی پزشکی و علمی میریم، اینو میخوایم یه ذره متفاوت بریم. ببخشید جانم. آره این سوختش کلا بردش سوخت دادیم تعمیر درست هم نشد. مشکلم الان اینه ما قبضای آژانسمون رو که می‌نویسیم 2 مرحله‌ایه، یعنی یه دونه به آژانس میدیم یه دونه میاریم به شرکت میدیم که اینا باید با هم همخونی داشته باشه. بعد الان 3 تا از این برگ آژانس‌ها نیستش. خب پس من دوباره میگیرم. مرسی. یعنی این 3 موردی که ثبت نشده به خاطر بارکد. آره بعد ببین خودت چه کمک بکنم که داره اشتباه می‌کنه تو بارکد. چه بشه؟ جریان نشتی داره خروجی از محافظان. حالا اونو باید اون نشتی ها رو پیدا کنم برطرف کنم و بعد خدمت شما عرض کنم که فرمانش هم ایران داره. برقم رفته، هوام که گرمه دیگه، این شرایط همین رو باید بریم جلو. کنترل میکنیم روی عملکرد میکسر پرومون، چون ما یه سری نماینده علمی داریم توی شهرامون که ویزیت های علمی رو انجام میدن در مورد علمشون، در مورد نوع همکاریشون با شرکت و همینطور فروششون توی منطقه. ما یه جورایی تاثیرگذاریم. خانواده ما هم کمک میکنیم که نقطه ضعف‌های همدیگر رو پر بکنیم، از اون طرف نقاط قوت بچه‌ها چجوری از اون پتانسیل واقعی که دارن چجوری استفاده بکنیم. شاید چیزی که باعث میشه پوبر فرق داشته باشه اینه که من فقط فکر نمی‌کنم که مثلا مریم نیروی منه که بره از سالانجا سفارش بگیره. فکر می‌کنم مریم چجوری میتونه به بهترین حالت خودش اون کار رو انجام بده و بهترین نتیجه رو بگیره.